وقتی دیگه پیشانی به خاک مالیدید به سجدگاه، اینجا پیامبر میگه دیگه حجاب میفته بین عبد و رب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزدیکترین موضعی که بندی نمیتونه از اون نزدیکتر به رب العالمین باشه موضع سجده است. تواضع کامل. حالا وقتی رفتید به پایین و خودتو انداختید به زمین، مناسب اونجا چه تسبیحی است؟ رکوع مال عظمته، ولی وقتی خودتو انداختی به زمین به پایین، از اون بلندی، از اون تبخترت، تکبرت، خودخواهی و منیتت، اینجا دیگه میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده. من کوچکم افتادم رو زمین به خاطر اون بزرگی خیلی والا و برتره. خدا این تواضع رو نصیب بکنه.